ژاپن سرزمینی که اگرچه قطب تکنولوژی جهانه اما همچنان به سنت‌هاش پایبنده. یکی از این سنت‌ها با چای ژاپنی ماچا و مراسم مربوط به اون پیوند می‌خوره. طعم چای ماچا برای ما ایرانی‌ها آشنا نیست، اما علاقه مردم ژاپن به چای درست شبیه علاقه‌ایه که ما در ایران به چای گوارای خودمون داریم. سادو یا چادو که تو انگلیسی بهش میگن جاپانیز تی سرمونی یا همون مراسم چای خودمون، یک مراسم سنتی ژاپنی هستش که با آداب و رسوم خاصی انجام میشه و خیلی هم براشون ارزشمنده که حالا بعد از این صحبت‌های من تصاویر مربوط به این مراسم رو میبینید. ماچا ماده اصلی این ضیافته. پودری گرفته شده از نوعی چای سبز که به خاطر فرایند تولیدش با چای سبزی که ما میشناسیم تفاوت‌های زیادی داره. مراسم در یک اتاق سنتی ژاپنی، اتاق تاتامی که کفش با حصیرهای مخصوص فرش شده انجام میشه. وسایل آماده میشه، آدم‌ها دور هم میشینن و کسی که چای رو درست میکنه و بهش میگن میزبان، کاسه های چای رو برای مهمون‌ها میچینه. ماچا باید با فرچه‌ای که از نی خیزران ساخته شده اونقدر با آب زده بشه که حباب‌هایی روی اون تشکیل بشه. حالا چای در کاسه های خوش نقش و نگار ژاپنی آماده نوشیدنه، اما قبل از اون باید به روشی خاص احترام گذاشت و کاسه چای رو بر کف دست چپ قرار داد و با دست راست اون رو بلند کرد و نوشید. یادتون باشه بعد از نوشیدن ماچا حتما یه نگاهی هم به تفاله های باقی مونده در کف کاسه چای بندازین. شاید نشونه ای از بخت شما باشه.